سلام بچه ها، خوش اومدید به اولین ویدیو کانال من. امیرلستی هستم. اولین ویدیو کانال من از اطلستی است. اومدم براتون موتل رو پاک سازی کنم. اینجا که هستم موتل جایزهایی که احتمال داره بهتون بده و وسیله مورد نیازم چیز خاصی نداره. یکم لباس برداریم، جون و سلاح سرد. خب بریم توی مپ. خب بچه من داخل مپ اینجا رو باید نشسته بریم، چون این زامبیه ببینتتون میاد. حالا اما بیل میزنمش چون میخوام از این تا دمیجی برای زدن فست بیتر ها استفاده کنم. زنبه بیرون میزنیم، برمیدونیم بچه پارچه ها رو برداریم، حتما بانداج بسازید. صبر میکنیم، برمیداریم هر چیزی که بده چون نیاز داریم. بچه این ور میای، این ور نشسته میریم 30 دمیجی رو میگیریم که با یه ضرب بکشیمش. حالا اینجا هم نشسته، الان نیاز نشست بیرمش. میای اینجا نشسته، اینه از این ورتر میزنید، دوباره میرین جلو. به این صورت اینا رو میزنیم که من رو گوشیم زیاد کنم. خب پارچه رو برمیداریم. خب ما لوت کنیم ببینیم چی داره. این همیشه بهتون غذا میده اکثر موقع ها. بله غذا و زغال داد که برمیداریم. ماشین بچه ماشینش بهترین لوته که نظر من ماشینه که چیز خوبی نداری. دفعه غذا رو میخوریم، اینا رو هم برمیداریم. سیم زیاد داره بچه. این زیرزمین باید این داستانیشو بریم، اینجا رو باید بریم تا بتونیم بریم این زیرزمین. حالا فعلا کاری باش نداریم، اول بریم ایور لوت کنیم. باگ دیوار حتما باید بلد باشیم تا بلند نشده ما بزنیمش. این راحتیه. اصلا بزنیم اینجا باز شه. این موتل همیشه یه دونه نارنجک به شما گارانتی میده و کلی پارچه و لباس و اینا بهتون میده. نظرم به درد نمیخوره لباساش. خوبه برای کسایی که تازه‌شون مثل خودم. این میارم اینجا باگ دیوار میزنیم سرش. بطوری اشکال اینجا نشسته میریم با بیسبال میزنمش. اینجا هم همیشه بهتون غذا میدیم، غذا رو میخوریم. بعد آب و چرت و پرت. بچه چون اینجا رو باز کنین شما نیاز به سیلند دارین. سیلند ایناش اینجاست، اینو برمیدارین خیلی راحت تا من برسم. خب حالا با بیش ضربه بزنین. اون موقعی که داشتی تا میشون یعنی داره میتره که یه زامبی ها میان. حالا چه نشسته باشین چه نباشین، زامبی ها رو میزنید خیلی راحت. و بچه این دره شما به خاطر که بازش کنیم باید این قدرت قفل باز کردن رو داشته باشین. اینطوری میای یکی از پشت سر میزنید 60 متر به همین راحتی. اینجا همیشه یه نارنجک به شما میده. هر وقت که شما میایین نارنجک هستش. چکش هم که چیز خیلی خوبیه داره. خب الان ما این در باز میکنیم، نشسته میریم با بیل میزنیم تو سرش. همینجا باگ دیوار خیلی راحت. باگ دیوار باید بلد باشین دوستان. همین راحتی باگ دیوار زدیم سرش. بکنم اینجا بشکنه. بله شکست. سری دوستمونم باگ دیوار میزنیم. چرا که چون وقتی زیاد میشن یکی رو بکشین بزنینش یکی بیاد دمیج با هم خطری میشه. خب لوت کنیم ببینیم چی میده بهمون. اینجا چی میده؟ 10 تا متکی دیور. خب خوبی داد. از این استفاده کنیم. شلوارم خراب شد، شکر نداره. اینا رو راحت میزنیم خیلی راحت، چون بیل گرفتم دمیج این دوتا رو بردم که
دوتا لباسا رو بردم که وقتی لباسا مثل الان شکست ریسکی نشه کار. باشه من اینجا همیشه بهتون زغال و چوب میده، تخت چوب. بله قدرتمون رو بزنین جلوم پرشه. خب اینجا چی میده؟ گوشی رو نیاز دارم. چه این خوبه، این همش خوب، این همه رو برمیداریم. خب بریم برای ادامه کار. بچه اینجا هم یه دون از این چیها هست، این با بیل یه دون میزنیم تو سرش بفر. این نه اونجا نه. این من پشت هم میداره. این سریع تر میده. بچه برای باگی دیوار یه اسلحه باشه که سریع باشه، اما مهم نیست دمیجش بالا باشه پایین باشه. همین راحتی. بچه این پارچه هم که جمع کنی میتونی باش بانداج بساز. خیلی خوب. خب چی هست؟ فست بیتر، باگ دیوار. اینت خیلی بد. این زدیم ما خیلی راحت در باز نشه. خوبه چه تبر بیاری، من یادم رفت تبر بیاری. تبر بیاری اینجا رو با تبر میشه. خوبه خوبه خوبه. این جونا رو غذا رو میخوریم. لامپ هم میگه چه تبر میخواد، من ندارم تبر. چی هست؟ امیدوارم معمولی. بریم اینجا چی داره؟ امیدوارم لباسی اسلحه‌ای و چیزای خوبی داد، خراب نشد. و این هم از خونه موتل. حالا باید بریم برای زیرزمین. زیرزمینش زامبیاش قوی هن. من برم میکنم و وسایل بزنم داخل موتورم. برای زیرزمینش و من نمیدونم اینو میذارم، اینو میذارم. نه بذار این کفشو میپوشم دیگه، این خراب. کفشو میذارم، نارنجکم میذارم. موتور بچه خیلی چیز خوبیه، حتما آموزش مود ساختن موتور رو میذارم هر چی سریعتر. و آموزش لول آپ سریع، آموزش خیلی چیزا رو میذارم. آموزش مزرعه، آموزش خالی کردن اسکاپولیس، باز کردن کارت، خیلی وسایل، خیلی کارهایی هست که میتونم انجام بدم. به بنده ویدیو رو خواهم گذاشت. خب بچه اینجا زیر زمین نشسته میریم بچسبیم به دیوار که نبینتون. با بیل میزنم همیشه ضربه اول، چون دمیج بیشتری داره نسبت به این چوبه راکت. با بیل میزنم و دارش با این دارم که جون بیلم کم نشه. خب اینجا لوتاش خوبه. بر طلا به درد نمیخوره آنجا خوبه دیگه. این هم برای بازیافت. طلا من بر نمیدارم، نیدم به درد بخوره تا الان. این نمیشه کاش زیاد شدن یکم. با یه دیوار بزنیم دیگه. نه یار دیگه میزنیمش باش به گنزه. دهنتون تیبیش. خب میزنیم دیگه، چکاری نمیشه یه بانداج میزنیم. این دیگه از کجا اومد؟ جنگار ما هنوز نوب هستیم. با یه دیوار خیلی خوشمزه و راحت. دو تانک. این موتل یه وسیله شما میده که برای مپ دومتون نیازش داریم. یه پیچ میده برای مپ دومتونه. خونه دوک
نیاز میشه دیگه. فقط هم از اینجا پیچه به دست میاد. خب چی میده اینجا؟ گوشتار میخوریم جون بگیریم. اینم برمیدارم، اینا دردم نمیخوره، دارم بیس. اینم بده خود دیگه برمیدارم. لک شد بازی. او نو. دهن سرویس ها بگم لگم هستم. این بوبین میزنن دمجی بیشتری داره. قبل از این موقع که ضربه‌ش زد من پشت دیوار بودم، بعدش میپرم بیرون. به همین راحتی. بچه من دلم میخواد زودتر به لول 100 برسم و برم مپ آنلاین بازی، خیلی دوست دارم از اونجا ویدیو بذارم براتون. فعلا لول 75 هستم. بچه اینا رو گفتم، این پیچا فقط اینجا پیدا میشه. او اینو نیاز دارم. ایول اینم خوبه. میخوریم و بریم. خب بچه این هم بود از این ویدیو. امیدوارم خوشتون بیاد. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.